در این برنامه ما می‌خواهیم در مورد رسول محبوب اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ساعت اول برنامه صحبت بکنیم و اینکه در یک دو هفته اخیر در فرانسه و بعضی از کشورهای دیگر اروپایی به رسول محبوب اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین روا داشتن و در نشر کاریکاتور و بعضی از مطالبی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو مسخره کردند. البته این روش کفار و منافقین از زمان بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و تا قیامت هم ادامه خواهد داشت، نبرد حق و باطل. و هر موقعی که دشمنان اسلام نتونستند در میدان نبرد یا در میدان علم و دلیل و برهان در مقابل دین مبین اسلام قد علم کنن، از این روش ها استفاده کردن: توهین، اهانت، مسخره کردن. حتی در صدر اسلام همون مشرکینی که قبل از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان یک انسان محترم به نام محمد امین دوست داشتن و در مشکلات خودشون از این بزرگوار مشوره می گرفتن. حتی در جنجال‌های بزرگی که رخ میداد در بین سران مشرکین و قریش و اهل مکه، ایشون رو به عنوان حکم و داور تعیین می‌کردن و میگفتن محمد امین. اما بعد از بعثت، بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خودش رو آشکار کرد و اونا رو دعوت به توحید و یکتاپرستی کرد، همون تاجران دین فروشی که از ورای بت‌های مکه به نان و نوایی رسیده بودن، وقتی دیدن که این بازارشون و تجارتشون داره کساد میشه، همین محمد امین رو تهمت‌ها بهش زدن. گفتن دروغگو، گفتن جادوگر، گفتن شاعر، گفتن دیوانه. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم از پیامبر خودش دفاع میکنه: و رفعنا لک ذکرک. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو، نامشون رو و ذکرشون رو و شأنشون رو الله سبحانه و تعالی بلند و بالا قرار داده. شخصی که الله سبحانه و تعالی با او باشه و الله سبحانه و تعالی به او عزت بده و به او تمکین بده، اگر همه بشر و همه کائنات و همه موجودات جمع بشن، نمیتونن ذره‌ای از قدر و منزلت او را بکاهند. ما دیدیم که همیشه در کشورهای مختلف، در دانمارک، در هلند، در آمریکا، در فرانسه در این اواخر، در کشورهای دیگری که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین و اهانت شد، علی رغم اینکه مسلمان ها ناراحت شدن، علی رغم اینکه میلیون ها نفر قلب هاشون جریحه دار شد، اما الله سبحانه و تعالی چیز دیگری میخواست. اینا اومدن تبلیغات مجانی کردن برای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اومدن تبلیغ مجانی کردن برای دین مبین اسلام. بعد از 11 سپتامبر همه رسانه‌های غربی و شرقی و حتی نوکرانشون در کشورهای اسلامی، بعضی از کشورهای اسلامی، شروع کردن علیه مسلمانان بد و بیرا گفتن. همین سبب شد که خیلی از آمریکایی‌ها و اروپایی‌هایی که اصلاً اسمی از اسلام نشنیده بودند، برن در کتابخانه‌ها به دنبال ترجمه انگلیسی قرآن، به دنبال کتاب‌هایی که اسلام رو معرفی میکنه و سبب بشه که هزاران نفر در اروپا و آمریکا مسلمان بشه. من خیلی از کسانی رو که بعد از 11 سپتامبر مسلمان شده بودن
وقتی که باشون صحبت کردم دلیل اسلام شما چی بود، میگفتن که ما میشنیدیم که خیلی از رسانه های آمریکا به پیامبر اسلام و به دین اسلام بد و بیرا میگن. گفتیم خب بیایم خودمون مطالعه بکنیم، قرآن رو بخونیم، کتاب های اسلامی رو بخونیم، ببینیم که واقعا اسلام اونطوری که اینا ازش یاد میکنن هست یا نه. همین بود که قرآن رو خوندیم، کتاب های اسلامی رو خوندیم و در همون 6 ماه اول بعد از 11 سپتامبر بود که در کتابخانه های مراکز اسلامی در اروپا و آمریکا نسخه های ترجمه شده قرآن کریم نایاب شد. یعنی خیلی از مراکز اسلامی، رؤسای این مراکز اسلامی ندا سر دادن که بابا کمک بکنید به ما، قرآن برامون بفرستید که ما روزانه 10 نفر میان از ما قرآن به زبان انگلیسی میخوان، ما نداریم. و این کاری هم که امروز در فرانسه شده یقینا و 100% وعده الهی است که لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. شما تصور نکنید که این شر است برای شما، بلکه این خیر است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه وقتی که در جهاد ما دژها و قلعه‌ای رو محاصره میکردیم و میدیدیم که دشمنان توهین میکنن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به همدیگه بشارت نصر و پیروزی رو میدادیم. زیرا وقتی که اونا توهین میکردن، مجاهدین و مسلمانان با عزم و اراده قوی برای نصرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حمله میکردن و یقینا این دژها و قلعه‌ها سقوط میکرد در زیر ضربات مجاهدین فی سبیل الله. و امروز هم میبینیم که این توهین‌ها و اهانت‌هایی که میشه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یقین داشته باشید که هزاران نفر در فرانسه به اسلام خواهند گروید. اصلا اینکه امروز اومدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را هدف قرار دادن، همون ترس و واهمه‌ای که در قلوب صلیبی‌ها و باب‌ها و کشیش‌های اینا هست که طی سال‌های اخیری که 2 دهه آینده ان شاء الله دین مبین اسلام دین اول در خیلی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلستان و آلمان خواهد بود و به عنوان یک دین قوی به رسمیت شناخته خواهد شد، همونطوری که در بعضی از شهرها و کشورهای اروپایی امروز به رسمیت شناخته شده. می‌بینیم که مراکز و مساجد مسلمان‌ها مملو از نمازگزار هست، برعکس کلیساها و مراکز عبادی یهود و نصارا روز به روز داره خالی میشه، چون اسلام دین عقل است، دین منطق است و جوانهایی که در اروپا قدم به عرصه زندگی میگذارند و بیشتر به سوی عقل گرایی و مطالبی هستند که با عقل و با فطرت سالم بشری سازگار باشه و بیشتر اینها گم شده خودشون رو در دین مبین اسلام میابند. ما از کفار، از یهود، از نصارا، از فرانسوی‌ها، از آمریکایی‌ها، از روسا، از انگلیسی‌ها توقع محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو نداریم. این توقع رو هم نداریم که به پیامبر توهین نکنن، چرا که اونا دینشون، عقیدهشون بر اساس توهین به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. اونا وقتی که پدرانشون و اجدادشون دیدن که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به پیامبری مبعوث شد، از همون زمان عداوت و دشمنی رو با رسول الله آغاز کردند. بعد از آن در زمان خلفای راشدین، در زمان بنی امیه، بنی عباس، تا سقوط خلافت اسلامی و بعد از خلافت عثمانی و تا امروز، دشمنی ها و کینه های اینا رو که اون گوشه ای از اون عداوت ها و کینه های پنهانی که در سینه های خود نسبت به اسلام دارن رو ما در کشورهای مختلف دیدیم. در زمان جنگ های صلیبی قتل عام و کشتاری که انجام دادن در کشورهای اسلامی، در زمان استعمار که بعد از سقوط خلافت عثمانی کشورهای اسلامی رو در بند استعمار کشیدن، ما جنایت هاشون رو در الجزایر، در لبنان، در سوریه، در مصر، در کشورهای مختلف دیدیم. در فلسطین و اینکه فلسطین رو فروختن به یهود تا مسلمان ها از اون زمان تا امروز درگیر باشند با این غده سرطانی. و در همین عصر و زمان ما دشمنی ها و عداوت اینها رو در عراق، در افغانستان، در کشورهای مختلف دیدیم.
دیدیم که چگونه مسلمان ها رو به خاک و خون کشیدن. دیدیم که به بهانه وجود سلاح‌های شیمیایی در عراق بیش از 1 میلیون کودک عراقی رو به سبب محاصره اقتصادی، نبودن غذا و دارو و واکسن، قبل از جنگ البته، بیش از 1 میلیون کودک عراقی رو کشتن. بعد از اونم که عراق رو گرفتن گفتن ما اشتباه کرده بودیم، سلاح شیمیایی وجود نداشته. هم سلاح شیمیایی رو خودتون به صدام داده بودید و خودشون میدونستن که صدام سلاح شیمیایی خودش نساخته و نداره و اون زمانی هم که داشت خود همین آمریکا و اروپا بهش داده بودن. در افغانستان به بهانه تروریسم و طالبان و القاعده حمله کردن، مجالس عروسی رو با 300-400 نفر مهمانانی که وجود داشتن به خاک و خون کشیدن. در آخرش هم گفتن که ساری، ما اشتباه کردیم، به ما گزارش غلط داده بودن و در قبال هر انسانی که در اونجا کشته بودن 100 یا 200 دلار خونبها دادن. تا امروز هم نه طالبان رو از بین بردن، نه القاعده رو از بین بردن، بلکه امروز کشورهای مختلف دنیا رو با فتنه ها و جنگ های داخلی درگیر کردن. در یمن، در سوریه، در جای مختلف. اینا کینه و دشمنیشون از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ما تعجب نمی کنیم از عداوت و دشمنی اینها با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اما تعجب ما از کسانی است که ادعای پیروی از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میکنن. تعجب ما از کسانی است که ادعا میکنن که پیرو و شیعه و دوستدار اهل بیت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. تعجب ما از کسانی است که شهادتین میگن، خودشون رو مسلمان میدونن، بلکه اسلام خودشون رو اسلام ناب محمدی میدونن. تعجب ما از کسانی است که عبا و قبای پیامبر رو میپوشند، به نام دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به این ذات مبارک توهین میکنن. تعجب ما از کسانی است که ادعا میکنند دوستدار محمد مصطفی هستند، دوستدار اهل بیت او هستند، اما به محبوبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ام المؤمنین، به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها توهین و اهانت میکنند. تعجب ما از مراجع و آخوندهای رافضی است که سالیان سال در کتابهای اینها توهین به رسول الله، توهین به امهات المؤمنین، توهین به نزدیکترین یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره و تا امروز هست در این کتابها، اما برای دور کردن یا انکار این مطالب کاری نکردن. تعجب ما از شبکه ولایت آقای قزوینی و ابوالقاسمی است که دقیقاً در هفته‌ای که مصادف بود با توهین مجله فرانسوی به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در هفته گذشته روز سه‌شنبه و پنجشنبه برنامه گذاشتن در شبکه‌شون در توهین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. برنامه گذاشتن برای مسخره کردن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آیت الله قزوینی برنامه میگذاره در مورد محبوبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، تا با دروغ و تلبیس و خیانت به مردم القا بکنه که در کتب اهل سنت به ام المؤمنین عایشه توهین شده و علمای شیعه هرگز توهین نکردن. ما نمیخواستیم این فایل رو باز بکنیم، نمیخواستیم در این مورد صحبت بکنیم، اما چون اینا با دروغ و تلبیس و خیانت میخوان مردم رو فریب بدن، ما مجبوریم که در دفاع از ناموس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن روی سکه مذهب اینا رو نشون بدیم در این برنامه. کتاباشون رو، علماشون رو که در مورد همسر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه اعتقادی دارن. ما در کتاب‌های اینها هم تهمت‌هایی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهانت‌هایی به ایشون داریم که من برای نمونه بعضی از این توهین‌ها و اهانت‌ها رو خدمت شما بزرگواران
نشون میدم. این کتاب دوستان اگر نشون بدن کتاب بهارالانوار هست. در جلد 98 این کتاب در صفحه 248 ببینید که روزهای افطر رو به اسمای اهل بیت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری کردند. فالسبت روز شنبه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله، والاحد امیر المؤمنین، والاثنین یعنی یک شنبه امیر المؤمنین است و دوشنبه الحسن والحسین و الثلاثاء علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و الاربعاء موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا. این روایتی است که در این کتاب در صفحه 248 از بهارالانوار جلد 98 و 99 آوردن. در همین کتاب، در کتاب بهارالانوار دوستان نشون بدن، این جلد 53 در اینجا در صفحه 22 در اینجا از امام جعفر صادق علیه السلام به دروغ روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از الله سبحانه و تعالی خواسته که حملنی ذنوب شیعت اخی و اولادی الاوصیا ما تقدم منها و ما تأخر الى یوم القیامه ولا تفزحنی بین النبیین والمرسلین فی شیعتنا فحمله الله ایاها و غفر جمیعها. میگه پیامبر از الله سبحانه و تعالی خواست که گناهان شیعیان علی و اولاد علی رو به دوش ایشان قرار بده، چه اون چه که گذشته و تا روز قیامت، و گفته مرا رسوا نکن در بین پیامبران و رسولان. پس الله سبحانه و تعالی گناهان شیعیان را بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حمل کرده. همچنین در این روایت رو من فقط نشون میدم و ترجمه نمی کنم چون قابل ترجمه نیست. دوستان اگر این رو نشون بدن در بهارالانوار صفحه 35 در جلد 54 از جعفر ابن محمد علیه السلام به دروغ روایت میکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمیخوابید تا آنگاه که چهره خود را، من ترجمه نمی کنم اگر که آخوندها و شیعیانی که میدونن کلمات عربی رو آشنا هستن این رو ببینند و اینکه در کتابهاشون چه مطالب زشتی رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به دختر پاکشون فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نسبت دادن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شب نمیخوابید تا آنگاه که این کار را انجام بدهد. و همچنین من نمونه هایی از توهین ها و اهانت هایی رو که اینا در کتاباشون دارند، البته این در مورد شیعیان اثناعشری نیست، فرقه ای از شیعیان هست، دوستان از این نشون بدن. الانوار النعمانیه در این کتاب، الانوار النعمانیه جلد 2 صفحه 208، فرقه ای از شیعیان که به غرابیه معروف هستند گفتن که محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب و الذباب بالذباب. محمد به علی چنان شبیه بود مانند کلاغ به کلاغ و مگس به مگس. فبعث الله جبرئیل الی علی علیه السلام. جبرئیل و الله سبحانه و تعالی برای علی فرستاد که علی رو میخواست پیامبر بکنه. فغلط جبرئیل فی تبلیغ الرساله من علی الی محمد. جبرئیل در اینجا اشتباه کرد و پیامبری رو به جایی که به علی ببره به محمد برد و در این مورد شعری هم در اینجا آورده. و این گروه از شیعیان
لعنت میفرستند به جبرئیل علیه السلام که تفاصیلش رو در این کتاب میتونید برید، الانوار النعمانی سید نعمت الله جزایری جلد 2 صفحه 208. اما در مورد شأن و منزلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نزد شیعیان در همین کتاب الانوار النعمانی صفحه 19 جلد اول در اینجا روایتی رو میارن که میگه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته باشن که من در 3 چیز با علی شریک هستم و در 3 چیز با علی شریک نیستم. در آن چیزی که با علی شریک هستم، اما ثلاثه التي شاركت فيها علی علیه السلام قال لواء الحمد لی و علی حامله. لواء یا پرچمی که در روز قیامت به پیامبر صلی الله علیه و سلم سپرده میشه، این پرچمی است که از من هست و حامل این پرچم علی هست. و الکوثر لی و علی ساقیه. حوض کوثر از من است و ساقیان علی است. جنت و دوزخ از آن من است و علی آن را تقسیم می کند. میگه این 3 چیزی که به علی داده شده و من در آن مشارکتی ندارم. میگه به علی شجاعت داده شده و به من داده نشده، و به علی فاطمه زهرا داده شده همسری و به من داده نشده، و به علی فرزندانی مانند حسن و حسین داده شده و به من داده نشده. یعنی علی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شجاعتر است. این گونه در اینجا این توهین رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روا داشتن. در کتاب تفسیر قمی جلد 1 صفحه 35 در اینجا از ابی عبدالله روایت کردن که در زیر ترجمه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، خداوند حیا نمیکنه که از این که برای شما مثال بزنه پشه رو یا مگس رو. در اینجا گفتن که ان هذا مثل، این مثلی است که ضربه الله لامیر المؤمنین علیه السلام، این مثالی است که الله سبحانه و تعالی برای امیر المؤمنین زده. فالبعوض امیر المؤمنین، این پشه امیر المؤمنین هست. و ما فوقها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آنچه که بالاتر از پشه هست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. علی پشه است و پیامبر بالاتر از پشه است. والعیاذ بالله. این نمونه ای از توهین ها و اهانت هایی است که در کتاب های اینا به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شده. اما در طول مدت برنامه های شبکه جهانی وصال حق، جناب آقای قزوینی ذره مردانگی و شجاعت نشون دادن و به 3 تا تقریبا از کلیپ های ما پاسخ دادن که ای کاش پاسخ نمیدادن. در مورد قرطبی کوشش کردن که پاسخ بدن که آبروریزی شد و خلاصه اون مستندی هم که بارها پخش میشه در وصال حق دیدید آقا ابوالفضل گرامی از بوکان آبروی برایشون نگذاشت. در مورد امام ذهبی و اینکه دروغی که گفته بود که امام ذهبی امام بخاری رو ثقه نمیدانه و خیلی برای این کارشون سعی کردن که اینو ثابت بکنن و الحمدلله در این قضیه هم آبرویی براشون نمونده. دیگر اینکه در مورد کلیپی که شاید در هفته گذشته یکی چند مورد پخش شد در شبکه، ایشون همینطوری که داشتن رد می شدن این کلیپ رو دیدن و خلاصه در هفته گذشته در روز 5 شنبه گذشته در برنامه خودشون در مورد این کلیپ اظهار نظر کردن. اولا ما خوشحالیم که ایشون کم کم دارن به جاده صحیح قدم میگذارن و در مورد کلیپاشون صحبت میکنن و عکس العمل نشون میدن. این واقعا یک تحول خوبیه. منتها میگن که نیش عقرب نه از رأی کین است، اقتضای طبیعتش این است. این دروغ و تلبیس و خیانت چون با خون ایشون عجین شده و این روش علما و
استوانه های دینی مذهب تشیع در طول تاریخ بوده، دیگه میگن ترک عادت موجب مرض است، نمیتونن که از این امر دوری بکنن. ما اول در این مورد کلیپی از ایشون پخش کردیم که من تیکایی از این کلیپ رو که به نام درویی و نفاق آقای قزوینی است پخش میکنیم که با همین کلیپ رو قسمت‌هایی از این کلیپ رو با هم ببینیم. این همون کلیپی است که هفته گذشته در شبکه پخش شده بود و خلاصه ایشون نسبت به این کلیپ خیلی حساسیت نشون دادن. با هم ببینیم این کلیپ رو. درویی و نفاق آخوند قزوینی در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. آخوند قزوینی میگوید ما اهانت به همسران پیغمبر را تحمل نمی کنیم. اهانت و ناسزا به همسر پیغمبر برای ما قابل پذیرش نیست. اما وقتی تقیه را کنار میگذارد میگوید ما خب در رابطه با عایشه سوال زیاد داریم، حالا انشالله با گفتگو باز شده. و میگوید من فرمایش جناب آقای سید جعفر مرتضی را دارم نقل میکنم و این آقایان که اصلا بلد نیستن معنا کنن. المرأة شر و شر ما فیها لابد منها. بدتر از او این است که ما ناگزیریم از این. المرأة شر کلها و شر ما فیها لابد منها. شر بالاتر این است که ما ناگزیریم. این آقایان و شر ما فیها میگه سراپا شر، اصلا شر ما فیها مربوط به جمله دیگریه. علی ای حال جناب سید جعفر مرتضی میگه و شر ما فیها لابد منها و شر از این است که ما ناگزیریم. عایشه سراپا شره. شر بالاتر از این هم این هست که ما باید تحملش کنیم. همسر پیغمبره، ام المؤمنین هست. برای شما عرض کنم هرچی باشه کوچکترین جسارتی هم بخوام بکنیم مثل توف سربالا میمانه. مجبوریم ما به هر نحویست این رو تحملش کنیم. اما یکی از بینندگان پرده از نفاقش بر می‌دارد. شما میگی اهل سنت با وابی فرق دارن. بله فرق دارن. میای مقدسات اهل سنت رو به مقدسات اهل سنت توهین میکنی. خب یه نمونهش رو بفرمایید تا حضرت استاد پاسخ بدن. بفرمایید مثلا اینجا توهین کردیم. من کردیم. خودم بخش زنده یک دفعه داشتم نگاه میکردم گفت حضرت عایشه سر تا پا شهر است. حضرت عایشه به مقدسات اهل سنت توهین میکنه. حضرت استاد این رو پاسخ دادند حدود چند کی من گفتم این رای آقا سلام میتونید بفرمایید کی گفتم؟ اما اینگونه توجیه میکند. در رابطه با این حکمت 238 یکی از علمای شیعه آقای سید جعفر مرتضی در کتاب خلفیات کتاب معصعة الزهرا جلد 2 صفحه 540 آمده میگه آقا مراد امیرالمؤمنین از این قضیه عایشه بوده و این مسئله بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. بله، ما همین قسمت اخیر رو دوستان یک بار دیگه توجه بفرمایین. 2 صفحه 540 آمده میگه آقا مراد امیرالمؤمنین از این قضیه عایشه بوده و این مسئله بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. میگه و من گفتم که شخصا هیچ اظهار نظری در این مورد نمی کنم. طبق قاعده‌ای که ایشون داره و همه بینندگان آشنا هستن با کلیپاشون پخش شده، میگه اگر کسی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد یعنی که خودش هم قبول داره. من حتی این لحنش هم یاد گرفتم از بس که شنیدم این حرفو از ایشون که اگر کسی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد خودش هم قبول داره. یک بار دیگه بشنوید این رو. الان بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. بله، این
قاعده کلی بود که ایشون همیشه بیان میکرد که اگر کسی یک مطلبی رو نقل بکنه و رد نکنه یعنی خودش هم قبول داره. پس قزوینی خودش این مطلب رو قبول داشت و این قضیه علیاذ بالله ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها سراپا شر است، اینو نقل کرد و رد نکرد و اظهار نظرم نکرد، پس اینو قبول داره. اگر متوجه شده باشید در ضمن صحبتاش گفت که عایشه مثل علیاذ بالله توف سربالاست. بعد من همون قسمتی رو که ما کلیپی که گرفته بودیم خدمت شما عزیزان دوباره پخش میکنم، دوستان ببینن با هم. حکمت 238 نهج البلاغه. حکمت 238 نهج البلاغه از آقا سلمان بزرگوار این عبارت را آوردن: المرأة شر کلا و شر ما فیها انه لابد منها و هی اقرب حلو اللسع. این رو در شبکه وهابی گفتن اگر زن همه شر هست آیا نستجیر بالله نستجیر حضرت زهرا هم شامل این روایت می شود یا نمی شود؟ و من اون زمان گفتم آقا در رابطه با این حکمت 238 یکی از علمای شیعه آقای سید جعفر مرتضی در کتاب خلفیات کتاب معصعة الزهرا جلد 2 صفحه 540 آمده میگه آقا مراد امیرالمؤمنین از این قضیه عایشه بوده و این مسئله بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. بله، ایشون شخصا هیچ اظهار نظری در این مورد نمی کنن. 2 تا کلیپ در 2 برنامه متفاوت و روز پنجشنبه گذشته دوباره بیننده‌ای زنگ زد و خلاصه به ایشون اعتراض کرد. ایشون در اینجا اومد یک دروغ خیلی بزرگ گفت. با همین دروغ رو ببینیم و ببینید که اینا تا چه اندازه بی‌حیا هستن، با وجودی که این کلیپ این حرفاش بارها پخش شده و ما کامل برنامه رو ضبط میکنیم از ایشون. تصور نکنن که فقط همون جایی که دروغ میگه همون رو کات میکنیم و بقیه‌شو میندازیم دور. نه، ما همه کلیپامون رو که هر کدومش رو که فردا بیاد اعتراض بکنه که اولش من چیز دیگه گفته بودم آخر چیز دیگه گفته بودم، این حرف من رو قطع کردن و اینجاشو بریدن و اونجاشو فلان کردن، همه اینا رو ما در نظر گرفتیم از روز اولی که این شبکه به صالح شروع شده و همه این کلیپ ها آرشیو است به تاریخ، به موضوع و هر موقعی که ایشون دوست داشته باشه در مورد هر کلیپی که اعتراض بکنه ما حاضریم که کل مطلبی که ایشون گفته ولو اینکه 1 ساعت هم طول بکشه ما در اثبات اینکه ایشون دروغگو هست رو پخش بکنیم. حالا با هم میبینیم اینو. خب متاسفانه اینها فقط تلاش میکنن. مخصوصا من دیروز بودم یک تعبیری رو من از یکی از علما نقل کردم که جناب سید جعفر مرتضی میگه ان المرأة شر کلها، ایشون میگه عایشه سراپا شر و بعدنم رد کرده، گفتم این موضع ما نیست. شون نظرش اینه. این تیکه را که من نقل کردم قبلشون میگه عایشه سراپا شر و بعدنم رد کرده، گفتم این موضع ما نیست. ایشون میگه عایشه سراپا شر و بعدنم رد کرده، گفتم این موضع ما نیست. شون نظرش اینه. این تیکه را که من نقل کردم قبلش حذف میکنن بعد، یعنی این دیگه واقعا باید بگیم دست شیطان را از پشت بستن اینها. من گمان نمی کنم شیطان فکرش به اینجا برسه. خب ما اصل کلیپ بارها پخش کردیم اینجا و حتی همینی هم که از ایشون نقل کردیم بعد واقعا خجالت کشیدیم نقل کنیم دوباره، ولی اینها مرتب اولش حذف کردن آخرش حذف کردن. تیکه‌ای را که ما نقل میکنیم و رد میکنیم نقل رو میارن و رد رو نمیارن. ایشون میگه عایشه سراپا شر و بعدنم رد کرده، گفتم این موضع ما نیست. شون نظرش اینه. این تیکه را که من نقل کردم قبلش حذف میکنن بعد، یعنی این دیگه واقعا باید بگیم دست شیطان را از پشت بستن. اینا میکنیم نقل رو میارن و رد رو نمیارن. بله، یعنی من هیچ در این مورد نمیدونم چی بگم. قبلش رو حذف کردن، بعدش رو حذف کردن،
نقل ما رو آوردن و رد ما رو نیاوردن، در حالی که دیدید ما از 2 برنامه متفاوت آوردیم که ایشون نقل میکنه و میگه که من در این مورد هیچ اظهار نظری نمی کنم و طبق همون قاعده‌ای که خودش هم بهش اعتقاد داره، اگر عالمی چیزی رو نقل کرد و رد نکرد یعنی خودش هم قبول داره. این از این رو اساس قرار داده بودن در برنامه هفته گذشتهشون. بعد شروع کرد که در تفاسیر اهل سنت، خلاصه علمای اهل سنت مانند آلبانی و قرطبی و فلان و اینا اومدن گفتن که بله اینا تصریح دارن بر این که زنان پیامبران و همسران پیامبران امکان داره که زنا بکنن علیاذ بالله و امکان داره که همسر یک پیامبری زنا بکنه و گفت که این نظر آلبانی هست و نظر قرطبی هست و نظر این هست و نظر اون هست. چون خب ایشون در 2 ساعت انقدر دروغ میگه که من چند روز قبل که از دوستانم در بخش پژوهش پیگیری میگفت که ما بیش از 900 خورده کلیپ از دروغای اینا داریم، کلیپ هایی که تا هنوز نشر نشده، مونتاژ نشده، با هیچ کار گرافیکی روش انجام ندادیم، ذکرش هم تو برنامه ها نشده. یعنی ظرفیت کاری ما همین رو همینقدر ما میتونیم که مثلا در هفته 3-4 تا دروغ اینا رو مونتاژ بکنیم و پخش بکنیم. خب طبعا وقتی شما دروغی رو میارید باید برید دنبال مدارک بگردید، اسناد که در کتب موافق و مخالف اومده پیدا بکنید، رد بدید، بعد این مونتاژ بشه تا بیننده بتونه از این کلیپ استفاده بکنه. در یک برنامه من همینطور که داشتم نگاه میکردم بیش از 20 تا دروغ گفت قزوینی در یک برنامه. به طور نمونه من همیشه گفتم که چنان با چهره عقب جانب و چنان جدی دروغ میگه که شاید هیچ کس شک هم نکنه که اینا دارن دروغ میگن در اینجا. اولین موردش در باره شیخ آلبانی بود که دوستان عزیز اگر این کلیپ رو لطف کنن نشون بدن. آقایان بدم امشب از یکی از علمای بزرگ وهابی، جناب آقای البانی، ناصرالدین البانی، از مفتیهای وهابی که خدمت بزرگی برای وهابی ها کرده. بله اینجا دوستان عزیز این اول میاد حدود 2-3 دقیقه ای تعریف میکنه، چون وقتی میخواد دروغ بگه اول میاد این طرف رو بزرگ میکنه، همه فضایلش رو میگه، مناقبش رو میگه تا بیننده بگه به به این آدمی که داره ازش نقل میکنه این دروغ رو دیگه خیلی آدم بزرگی، دارای جایگاه عظیمی هست. در این شکی نیست که شیخ آلبانی رحمت الله علیه عالم بزرگی است، اما ببینید که این انسان چطور با زیرکی بهشون دروغ میبنده. ایشون اصالتا اهل سوریه بود ولی بزرگ شده عربستان سعودی. اینجا هم دروغ میگه. این یعنی من خیلی عذر میخوام از کلمه بی سواد و کلماتی که واقعا شایسته اینا هست اما ذکر شاید خوب نباشه در این منابر. این بی سواد نمیدونه که اسم ایشون شیخ محمد ناصرالدین آلبانی از کشور آلبانیا هست، متولد آلبانیا هست، بزرگ شده سوریه است. میگه متولد سوریه است و بزرگ شده عربستان سعودی است و شاید پرتعلیف ترین کتاب وهابی در این 100 سال اخیر هست. ایشون سال 1420 از دنیا رفت، همون سالی که بن باز مفتی اعظم از دنیا رفت. آقایان از البانی تعبیر میکنن به بخاری عصر. بن باز میگفت البانی امام الحدیثه. خب این آقا، البته من قبلا در کتاب البشاره و الاتحاف مال آقای سقاف از علمای بزرگ اردن هست، از ایشون برای شما عرض کنم نقل می کردیم که البانی گفته به ان امهات المؤمنین و زوجات الانبیا غیر محفوظات من النساء و الفاحشه. امهات مؤمنین، همسران انبیا، از زنا و فاحشه اینها محفوظ نیستن. ببینید به صراحت میگه دیگه، به صراحت. من این رو خیلی گشتم که در خود کتاب بله ایشون در مطلبی که این ذکر میکنه
اولا یک روش تلبیس و دروغ اینه که میره از کتابای کسایی که مثلا بر رد فلان شخص نوشته شده باشه مطالبی رو میاره. طبعا کسی که با شخصی دشمنی داشته باشه یا با اون مخالف باشه طبعا همیشه پشت سیئات و پشت اشتباهاتی میگرده که از اون بیاد سوء استفاده بکنه. در کتاب شیخ البانی رحمت الله علیه این موضوع رو میگه نظریاً، یعنی این یک در اصل این است که همه انسان ها میتونن مرتکب گناه بشن الا کسی که الله سبحانه و تعالی اونو بهش تقوا و پرهیزگاری داده باشه. بعد این جالب است که اون مطلبی رو که میاره از شیخ البانی رحمت الله علیه و با مکر و حیله این مطلب رو به اصطلاح میچسبانه به این امام بزرگوار که طوری برای بینندگان وانمود بکنه که ایشون این مطلب رو گفتن. این رو دوستان عزیز اگر که لطف بکنن. بله. و شیء من فقهها و فوائدها. کمی عقب‌تر برگردانیم این رو. این کتاب رو عزیزان ببینن، سلسله الاحادیث الصحیحه و شیء من فقهها و فوائدها، محمد ناصر الدین البانی، جلد 4، حدیث شماره 1501 تا 2000. ببینید کتاب مال آقای ناصر الدین البانی هست که به قول بن باز امام الحدیثه. ببینید این هم صفحه اول کتاب، المجلد الثالث القسم الاول. ریاض هم چاپ شده این کتاب، چیزم نیست. ایران و بیروت هم چاپ نشده. بله. کارگردان عزیز برنامه گفتن که این سادس رو گفت سالس. خب شما زیاد گیر ندید احمد آقایشون دیگه سطح سوادشون برای همه بینندگان آشکار هست. با هم ببینیم ادامه بحث رو. برای شما عرض کنم، ببینید ایشون اول صفحهش عنوان داده عایشه رضی الله عنها محفوظتون غیر معصومه. خب در از داوودی نقل میکنه که روایتی که در صحیح بخاری هست که پیغمبر به عایشه میگه و این کنت علممت فاستغفری، اگر خلاصه همچه اتفاقی افتاده، خلاصه پات لغزیده، خب استغفار کن. یعنی از خود پیغمبر نمیدانم والله، این خدا میدانه من خجالت میکشم نقل کنم. پیغمبر اکرمی که من واقعا دلم میسوزه برای اینا که از بس که اینا خجالت میکشن، از بس که شرم دارن، از بس که حیا دارن، واقعا دیگه یعنی باید به اینا گفت آفرین بارک الله. یعنی این سراپا ماشاءالله تبارک الله سراپا آقای قزوینی شرم و حیا هستن. اگر شما شرم و حیا دارید چرا ذکر میکنید این مسائل رو؟ اگر شما شرم و حیا دارید برید اون مطالبی رو که الان من نشان خواهم داد از کتابای خودتون برید اونا رو بردارید. این بزرگترین دلیل بر این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علم غیب نداشتن. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر که علم غیب می داشتم کار خیری زیادی انجام میدادم، به من ضرری نمی رسید. یکی از همین ضررهایی که به پیامبر رسید همین تهمتی بود که به همسرش زدن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چون مرتبط با وحی بود، تا موقعی که آیات براءت و پاکی ام المؤمنین عایشه صدیقه نازل نشده بود ایشون هیچ خبری نداشتن. و این مطلبی که ایشون داره میخونه از این پایین، امام البانی رحمت الله علیه از شخصی به نام داوودی کمی ازش در رفت و خلاصه این رو ذکر کرد، اما خب بینندگانش زیاد متوجه این باریکی‌ها نمیشن. ایشون داره از کسی دیگری نقل میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ نظر اون شخص رو داره نقل میکنه و هیچ وقت هم این نظرات رو تایید نمیکنه. در این مورد من حالا ثابت میکنم. بعدش هم علمای ما، مفسرین ما، خب وقتی که میان یک مطلبی رو تفسیر میکنن، یک حدیث رو شرح میدن، آرای مختلف، نظریات موافق، مخالف، حتی دیدگاه‌های شیعیان، حتی بعضی از تفاسیری که در مورد آیات یا قصصی که در قرآن اومده بعضی از مفسرین از تورات و انجیل هم نقل کردن. گرچه علما روی این قضیه حرف دارن که آیا نقل کردن از این کتاب‌ها جایز است یا نیست، منتها بعضی از مفسرین این کارو کردن.
اومدن آیه رو طبق عقیده اهل سنت تفسیر کردن، بعد گفتن که خب در این مورد تورات این رو گفته، انجیل اینو گفته، شیعیان اینو گفتن، فلان اینو گفته. این دلیل نمیشه که هر مطلبی رو که در کتابی عالمی ذکر میکنه حتما باید اون رو قبول داره و جزء عقیدهش است. ثانیاً طبق همون قاعده شیخ مفید زمان آقای قزوینی که میگه وقتی عالم یک مطلبی رو نقل بکنه و رد نکنه قبول داره، اما وقتی که رد بکنه و نظر خودش رو بگه پس ما نمیتونیم اینجا بهش این تهمت رو بزنیم. ادامه بحث رو ببینید. اگر خلاصه همچین اتفاقی افتاد، آقایان در صحیح بخاری و مسلم میگه آمد نماز صبحش رو خواند تا ظهر، اخبار گذشته و آینده را تا قیام قیامت برای صحابه گفت. نماز ظهرش خواند تا نماز عصرم گفت، نماز عصرش خواند تا مغربم خواند تا عشا، تمام حوادث گذشته آینده را برای مردم گفت. حالا این پیغمبر خبر نداره که آیا همسرش پاکی یا پاک نیست. حالا این رو من مفصل صحیح بخاری میارم. من تقاضا دارم این بزرگواران اهل سنت بیان موضع گیری کنن. فقط یک جمله، آقا این روایات دشمنان پیغمبر، دشمنان ناموس پیغمبر جعل کردند. جناب آقای بخاری هم که معصوم نبوده، آقای محمد ابن مسلم نیشابوری هم معصوم نبوده، ایشون اشتباه کرده. این روایات رو اینقدر شجاعت داشته باشید. اگر در کتاب‌های شیعه هم باشه ما به صراحت میگیم اگر هر گونه نسبتی به همسران پیغمبر، رسول اکرم و دیگر انبیا هر کس بده، ما میگیم دروغ جعلیه و این یک نوع خیانته. خب همین نسبتی رو که جعفر مرتضی داده بود چرا اینو رد نکردید؟ چرا نگفتید که دروغه؟ میگه که عایشه علیها بالله سراپا شر است، چرا گفتی که در این مورد من اظهار نظر نمی کنم؟ این تناقض رو متوجه هستید شما در اینجا؟ بعدش هم این مطلب رو ایشون میاره از این کتاب، میگه امرها بالاعتراف. در اینجا یک کمی عقب‌تر بریم. بله علنا ما میگیم ولو بلغ ما بلغ، بزرگترین بزرگ شیعه هم نقل کرده باشه میگه آقا ایشون معصوم نبوده و این روایت هیچ ارزشی نداره. خب ایشون میگه امرها بالاعتراف، پیغمبر اکرم به عایشه گفت حالا اگر همچه کاری کردی اعتراف کن، من برات طلب مغفرت کنم. ولم یندبها الی الکتمان، من از بینندگان تقاضا دارم واژه هایی که البانی به کار برده خوب دقت کنند. بله ببینید میگه واژه هایی که البانی به کار برده. دروغ رو میبینید؟ شما دقت بفرمایید در خود همین کتاب دوستان عزیز اینجا قال داودی، امام آلبانی میاد از داودی نقل میکنه نظر ایشون رو، بعد این دروغگوی بی سواد میاد میگه که و قال آلبانی رو ببینید این واژه هاشو دقت بکنید چقدر این دلسوزه برای ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. اتمان، من از بینندگان تقاضا دارم واژه هایی که البانی به کار برده خوب دقت کنند. تمام واژه ها بوی نمیدونم چه بگم، عداوت نسبت اتمان پیغمبر، جهل، نادانی چیه من نمیدانم. میگه پیغمبر به عایشه گفت اگر همچه کاری کردی اعتراف کن. بله اینجا شیخ آلبانی رحمت الله علیه، خب این کلیپ طولانیه، در هر قسمتی وای میسته و خلاصه آلبانی اینو رو گفته، 4 تا توهین میکنه به شیخ آلبانی و به علمای اهل سنت و بعد چند قطره مشک تمساح میریزه که بله این شما باید علمای اهل سنت باید بیدار بشن و این جلوی این افراد رو بگیرن و علی کل حال. ما سری زدیم به کتاب شیخ آلبانی سلسله الاحادیث صحیحه تا ببینیم نظر شیخ آلبانی در مورد این قضیه چی است. صفحه این شناسنامش این میاد اینجا این قضیه رو، این قضیه داودی رو که نقل میکنه قزوینی و نسبت میده به امام آلبانی، این مطلب در اینجا هست و بعد ایشون میاد در این صفحه، در صفحه بعد نظر خود در صفحه 27، یک صفحه بعد از اون صفحه که داشت ازش میخون، میگه ولیس المراد بقوله فخانتاهما فی الفاحشه،
میگه منظور از قوله فخانتاهما این نیست که علیه بالله همسران پیامبران مرتکب فعل فاحشه میشن، بل فی الدین، بلکه اینجا منظور از خیانت در دین بود. فإن نساء الانبیاء معصومات عن الوقوع فی الفاحشه، میگه بلکه همسران پیامبران معصوم هستند از وقوع در زنا یا فعل فاحشه علیه بالله. لحرمت الانبیاء، به خاطر حرمتی که پیامبران دارن، کما قدمنا فی سورة نور، همان گونه که در سوره نور در این مورد صحبت کردیم. ببینید این نظر ایشون هست. این آخوند دیدید که چطور با زیرکی و مکاری می اومد و این مطلب رو نسبت میده به کی؟ به شیخ آلبانی. من یک نمونه دیگه از بین این 20 چند تا دروغی که ایشون گفت تو این برنامه از تفسیر قرطبی، کلیپ رو با هم ببینیم. برای شما عرض کنم آقای امام قرطبی که تفسیرش میگن اساره تفسیر 6 قرن اوله، الجامع لاحکام القرآن، تالیف محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی متوفای 671. تحقیقش کی کرده؟ دکتر عبدالله الترکی که مدتی رئیس رابطه العالم الاسلامیه بوده. در جلد 15 چاپ مؤسسه رسالت. خب ایشون هم میاد در این صفحه 134 و قال الحسن معنا عمل غیر صالح، این که انه عمل غیر صالح یعنی چه؟ ولد علی فراشه ولم یکن ابنه. ببینی این بچه حضرت نوح نبوده، بلکه برای شما عرض کنم رابطه نامشروع داشته. بله اینجا خوب دقت بکنید به لفظی که در کتاب اومده، ولد علی فراشهی. این اصطلاح رو علما میدونن که مثلا کسی با زنی ازدواج میکنه، بعد از اینکه ازدواج میکنه خونه این فرزندی به دنیا میاد و طبعا این فرزند قبل از اینکه این همسر جدید با اون هم بستر بشه این زن حامله بوده. حالا این قضیه فقهی است، طولانی است، ما نمیخوایم واردش بشیم. در تفسیر من انشاءالله نشون خواهم داد که این رو اشاره به چی میکنن و در اینجا این انسان بی سواد دروغگو اینجا میگه که این فرزند از روابط نامشروع، این دروغیه که میگه، این مطلب نیست در تفسیر قرطبی. دروغ ترجمه میکنه، تلبیس میکنه، خیانت میکنه. یک بار دیگه به این توجه بکنید. لغیر رشاشه ولم یکن ابنه. مجاهدم گفته، قتادم گفته، از حسن بصری سوال کردم گفت والله ما کان ابنه، به خدا سوگند فرزند بچهش نبوده. خب ببینید نمیدونیم چی کار کنیم ما. خب شما اینا رو بیارید پخش کنید، بگذارید کنار اقوال علمای شیعه، ببینیم آیا احترام همسران پیامبران رو قبل از اینکه به رسول اکرم برن. همینجا برمیگردیم رو همین صفحه. من چون این کتاب رو دارم اینجا پی دی افشو، منتها دوست دارم که دروغشو از صفحه تلویزیون خودش براتون ثابت بکنم. با هم نگاهی بندازیم. بگذارید کنار اقوال علمای زند بچهش نبوده. بصری سوال کردم گفت مجاهدم گفته، قطع برای شما عرض کنم رابطه نامشروع داشته لغیر رشته. مجاهدم گفته، قتادم گفته، از حسن بصری سوال کردم گفت والله ما کان ابنه، به خدا سوگند فرزند بچهش نبوده. بله همینجا صفحه رو نگر می‌داریم، همین صفحه 135. این اومد گفت که اولا که این ولد علی فراش، اینو به این ترجمه کرد که همسر حضرت نوح روابط نامشروع داشته با کسی دیگه و از کسی دیگه حامله شده بوده. دروغی بود که اینجا گفت، در اصل کتاب این مطلب نیامده. در این صفحه 135 دوستان نشون بدن. اینجا ببینید و این مطلب رو به خاطر که بزرگ بکنه گفت که بله از مجاهدم هم اینو گفته، قتادم هم اینو گفته، از حسن هم که سوال شد گفته والله ما کان ابنه، به خدا این فرزندش نبوده. تا این قسمت اینا رو همه رو خط کشیده میخونه و اینجا
چون دروغش افشا میشه این قسمت رو نمیخونه. در اینجا میگه امام قرطبی میگه و هذه اشاره الى انه کان ابن امرأة من زوج آخر، و این اشاره ای است به این که این پسر نوح پسر همسر نوح بود از شوهر دیگرش، یعنی قبل از اینکه با نوح علیه السلام ازدواج بکنه شوهر دیگری داشته، از او پسری براش به دنیا آمده بوده و این فرزند نوح که به اصطلاح الله سبحانه و تعالی گفت انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، از اهل بیت تو نیست، این در اصل، حالا این رأیی است که در اینجا آوردن این علما، این در اصل همسر نوح علیه السلام قبل از نوح علیه السلام ازدواجی داشته و از اون ازدواج فرزندی به دنیا آمده. طبعا وقتی که زنی دارای یکی دو تا فرزند هست، شوهرش وفات میکنه میره با کسی دیگه ازدواج میکنه، فرزندانش منتسب به کی میشن؟ به همین پدر جدیدشون، به این میگن پدر و اینم به اونا میگه پسرم دخترم، چون محارم هم دیگه محسوب میشن. تصور بکنید، من در یکی از برنامه گفتم چون این آخوندا همون تصویر ذهنی که از خودشون و خانوادهشون و همسراشون و از جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن، از اون حوزه‌ای که در اونجا بزرگ شدن، همون تصور رو نسبت به خانواده و همسران و اهل بیت و مجتمع پیامبران نیز دارند. این زیر این مطلب که میگه و هادی اشاره الی انه کان ابن امرأته من زوج آخر، این اشاره به این است که این پسر نوح که داستانش معروف است در قرآن، پسر همسر نوح بود از شوهر دیگری که قبل از نوح علیه السلام با او ازدواج کرده بود. این مطلب رو نمیاره. در همین جا چون این تفسیر قرطبی است و نظر امام قرطبی برای ما خیلی مهم هست، امام قرطبی در همین جا در ذیل این مطلب در پاراگراف بعدی، من اینجا پی دی اف دارم، منتها دوست دارم که دروغا اینا رو از صفحه تلویزیون خودشون نشون بدم، چون بارها این کارو کردیم، نشون دادیم دروغاشون از ویدیویی که خودشون نشون میدن. اینم آرم شبکه ولایت هست و این هم پاراگراف بعدی. در اینجا ابن عباس امام قرطبی چی میگه؟ و قال ابن عباس میگه ما بغت امرأة نبی قط، میگه همسر هیچ پیامبری مرتکب زنا نشده. و انه کان ابنه لصلبه، میگه این پسر خود نوح علیه السلام بود. و همچنین میگه این مطلب رو ضحاک گفته، اکرمه گفته، سعید ابن جبیر گفته، میمون ابن مهران گفته و غیرهم. ببینید این رو ذکر نمیکنه. ترجیحی رو که امام قرطبی در اینجا داده ذکر نمیکنه، فقط چیکار میکنه؟ اونجایی که یعنی باب هوا و هوسش هست اونو میاره، غلط و اشتباه ترجمه میکنه، دروغ میگه به میلیون ها نفر تا که اون کینه و بغض درونی که نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داره رو به نمایش بگذاره. این از این مطلبی که از تفسیر قرطبی. بله، من خیلی جالب است دوستان که این ترجیح امام قرطبی رو من از همینجا نشون بدم. دوستان عزیز یک بار دیگه حسن بصری سوال کردم گفت والله ما کان ابنه، به خدا سوگند. سوال کردم گفت یک لحظه این صفحه خیلی مهم هست. بله دوستان اگر بتونن زوم بکنن این پایین صفحه، و هذا هو الصحیح فی الباب. امام قرطبی بعد از اینکه قول ابن عباس ذکر میکنه که همسران انبیا هرگز مرتکب زنا نشدند و این فرزند خود حضرت نوح علیه السلام بود و روایت ها رو دیگر رو ذکر میکنه تا اینجا میگه که فرزندش مخالفش بود و در عمل و در دین و هیچ وقت به اصطلاح حرامزاده نبوده. در اینجا میگه امام قرطبی الان میاد نظرش اینجا بیان میکنه، میگه و هذا هو الصحیح فی الباب ان شاء الله تعالی لجلالة من قال به. میگه به خاطر بزرگی شخصی که این مطلب رو گفته. که این شخصی که این مطلب رو گفته؟ ابن عباس. دوستان این اسم ابن عباس رو در ذهنتون داشته باشید که روی این
ابن عباس ما یک کمی حرف داریم الان از تفاسیر شیعه وقتی میخوایم نقل بکنیم که ابن عباس این مطلب رو گفته. امام قرطبی نظر ابن عباس رو ترجیح میده و کلا نفی میکنه این مطلب رو که همسران انبیا علیهم السلام هرگز مرتکب علیاذ بالله زنا نمیشن. و همونطوری که ما خدمت شما بزرگواران نشون دادیم در این مطلب رو از اینجا یک بار دیگه نشون بدم چون شاید دوستان بعضیشون متوجه نشده باشن. بله عزیزانمون در اتاق فرمانی تصویر رو نشون میدیم. بله الحسن معنا عمل غیر صالح، این که انه عمل غیر صالح یعنی چه؟ ولد علی فراشه ولم یکن ابنه. ببینی این بچه حضرت نوح نبوده، بلکه برای شما عرض کنم رابطه نامشروع داشته. چی؟ بله رابطه نامشروع داشته. ببینید که همسر حضرت نوح رو به زنا متهم میکنه، به دروغ ترجمه میکنه از کتب اهل سنت و دروغی به این بزرگی رو در جلوی میلیون ها نفر، شاید چقدر انسان های باسواد علما ببینن این سفر رو بخونن، اما این دروغی که ایشون گفت و من به همین دوتا اکتفا میکنم چون نمیخوام الان بیشتر از یک ساعت از برنامه گذشته و ما کلا این مطالب رو اگر بخوایم دروغای 20 چند تا دروغ اینو من بررسی بکنم و از کتاب ها نشون بدم وقتی زیادی میگیره. بعد میاد با بسیار آب و تاب میگه بله مفسرین و علمای شیعه هرگز این مطلب رو نگفتن که همسران پیامبران مرتکب علیاذ بالله زنا میشن و مرتکب فعل فاحشه میشن و این برعکس این قرطبی و آلبانی و غیره این حرفا رو زدن. ما این مطلب رو دوستان عزیز و بزرگوار من از یکی از تفاسیر اینها اول فیلمش رو ببینیم دوستان عزیز. ما فیلم این آقا رو که میگه که علمای شیعه این بله این هم باز برای شما عرض کنم تفسیر مجمع البیان هست، برسه جلد 5 صفحه 285. ایشون هم باز میاد میگه ما زند امرأت نبی قط، هرگز همسر پیغمبر دچار فساد اخلاقی نشده. بله من اینجا کتابا رو آورده بودم، دوست داشتم کتابا رو نشون بدم خدمتتون، همین کتابایی که ایشون ذکر میکنه. برای نمونه اگر من این وثایق رو دوستان نشون بدن، این صفحاتی رو که ایشون نقل میکنه من اینجا آوردم از کتابای خودشون، التبیان فی تفسیر القرآن از توسی، اینم جلد و همه چیز. اما همونطوری که روش ما بوده برای اینکه اثبات بشه دروغگویی این شخص، ما از صفحه خود تلویزیون ولایت نشون میدیم. این مطلبی که اینجا میگه که ما زند امرأت نبی قط، همسر هیچ پیامبری زنا نکرده، میگه که این رأی مفسرین شیعه هست. تو اون برنامه خیلی روی این قضیه منار داد. اینجا ببینید دوستان خیانت این رو. این روایت روی عن ابن عباس انه قال ما زنت امرأة نبی قط. این تفسیر شما این مطلب رو که آورده از ابن عباس آورده. این روایت اهل سنت است و ابن عباس عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، عبدالله و خود عباس دو شخصی هستند که علمای شما و دین شما آقای قزوینی اینا رو جهنمی میدونید، دشمنی خاصی دارید، آیات قرآن رو در شأن اینا تفسیر میکنید که اینا جهنمی هستند. من کان فی هذه اعمی و هو فی الاخره اعمی، در این کسی که در این دنیا کور باشه در اون دنیا هم کور محشور خواهد شد. میگید که این در مورد ابن عباس، عبدالله ابن عباس و در مورد پدرش عباس اومده، در مورد عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که دوست داشته باشید من تفاسیرتون همش این مطلب رو ذکر میکنن. در اینجا این مطلب رو ایشون میگه که بله علمای ما ببینید چقدر آدمای خوبی هستن، هرگز به همسران پیامبران تهمت رو روا نمیدارن. در اینجا کلمه ابن عباس رو نمیخونه، این روایت رو از ابن عباس میگه که این رأی آقای طبرسی است. ادامه کلیپ رو ببینید. و شما عرض کنم تفسیر مجمع
کانت الخیانه من امرأة نو انها کانت تنسبه الی الجنون و الخیانه. برای شما عرض کنم حضرت نو که میگه فخانتاه ما، خیانت معناش اینه، می آمد میگه شوهر من دیوانه شده. ببینید شوهر من داره در حق شما خیانت میکنه که شما را برای خدا دعوت میکنه. و همچنین حضرت لوط همسرش افراد آلوده را به مهمانهاش چیکار میکرد؟ راهنمایی میکرد. مهمان میآمد خانه حضرت لوط، زنش میره به اینهایی که آلوده مسائل اخلاقی بودن و بله خونه شوهر من امروز مهمان اومده، بیاد بریزید و چنین چنان. خب ببینید این نظر علمای شیعه است. ببینید با چه وقاحتی دروغ میگه. این نظر روایت اهل سنت رو در تفاسیر خودشون از ابن عباس روایت میکنه. بله این روایت، این نظر علمای شیعه هست. بعد میریم رو یکی از تفاسیر دیگرشون، تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن. دوستان نشون بدن. ببینید در اینجا در صفحه 52 این هم نشون داد، ایشون گفت که بله این علمای ما میگن که زنان انبیا مرتکب زنا نشدن. این روایت رو هم تفسیر التبیانشون از ابن عباس روایت میکنه. دوستان زوم بکنن. روایت اهل سنت هست. قال ابن عباس كانت امرأة نو و امرأة لوط منافقین فخانتاهما. قال ابن عباس كانت امرأة نو كافرة تقول الناس انه مجنون و كانت امرأة لوط تدل على ازیافی فكانت خیانتهما لهما و ما زنت امرأة نبی قط. زن هیچ پیامبری مرتکب فعل زنا نشده. این مطلب از تفاسیر اهل سنت و از راویان اهل سنت و از کتب اهل سنت در تفاسیر اینا ذکر شده. این خلاصه خیلی مختصری بود از این مطالبی که ایشون در برنامهشون گفتن. در هفته‌ای که غربی ها به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین کردن، کاریکاتورشون رو کشیدن، ایشون هم به خاطر که کم نیارن در مقابل منافقین و کفار اومدن به همسر پیامبر این توهین ها رو کردن و این تهمت ها و اهانت ها و دروغ ها و تلبیس ها و خیانت ها رو به خورد مردم دادن که حداقل در این مسیر، در مسیر توهین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشون سهیم شده باشه. ما بارها در این برنامه در مورد توهین هایی که علمای شیعه به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کردن صحبت کردیم و مطالبی رو نشون دادیم و امشب هم میخوایم خدمت شما بعضی از مطالب رو نشون بدیم، چون ایشون گفت که بله علمای ما که هرگز این کار رو نکردن، همه این فتنه زیر سر این وهابی هست، اینا دارن توهین ها و اهانت ها رو میکنن. این کتاب بهار الانوار هست، دوستان نشون بدن. این مطلب در صفحه 314 از ابو جعفر روایت شده که لو قام قائمنا لردت الیه الحمیرا حتی یجلدها الحد و حتی ینتقم لابنه محمد فاطمه سلام الله علیها. میگه وقتی که از ابو جعفر روایت کردن که امام زمان میاد، حمیرا یعنی ام المؤمنین عایشه صدیقه که این لقب ایشون هست، ایشون رو زنده میکنه و شلاق میزنه به انتقام دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه. این مطلب و همچنین در بهار الانوار در صفحه 314 دوباره همین مطلب اومده در جلد 52. در اینجا میگه که چرا، اینجا میگه کسی پرسید که چرا ایشون رو شلاق میزنه، به خاطر تهمتی که به ام ابراهیم زده بود. این از این مطلب در کتاب بهار الانوار. من سریع رد میشم از این تفسیر قمی، یکی از مفسرین بزرگشون علی ابن ابراهیم قمی. قبل اینو ثابت کردیم که همه روایت تفسیر قمی رو آقای قزوینی قبول داره. چرا قبول داره؟ چون که آیت الله خویی قبول داره و چون که ایشون حرفهای آیت الله خویی رو قبول داره، پس روایت‌های این کتاب رو همشو قبول داره. اینجا این تفسیر قمی است، دوستان نشون بدن. در این مطلب در صفحه 712 در زیر
آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما. میگه والله ما انا بقوله فخانتاهما الا فاحشه. میگه قسم میخوره این علی ابراهیم قمی، میگه که والله منظور از اینجا از خیانت فعل فاحشه است. ولا یقیمن الحد علی فلانه، به فلانه یعنی به حضرت عایشه حد جاری خواهد شد، فیما آتت علی طریق در راه فلان جا، و کان فلان یحب، فلانی اونو دوست داشت، فلما ارادت ان تخرج الی فلان. ببینید این جایی که کلمات رکیکی که بوده و از ترس اهل سنت اینو در چاپای جدید اومدن نقطه چین گذاشتن که بعد به توجیه بکنن. اما در پاورقی یک مسئله رو اینجا ذکر کرده، الفراغ من الاصل، این فراغ در اصل بوده، و فی نقطه الثانیه مکان الفراغ البصره، اشاره به جنگ جمل هست و از تهمت زنا علیاذ بالله به ام المؤمنین عایشه صدیقه صراحتا در تفسیر قمی صفحه 712 در اینجا ذکر شده. همچنین در مورد توهین ها و اهانت هایی که کردن تکفیر ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در کتاب روضة المتقین فی شرح من لا یحصر الفقیه در اینجا میگن که معاویه و عایشه فانهما خارجان عن الدین ولیس من المسلمین. میگه که این عایشه و معاویه اینا از دین خارج بودن در صفحه 218 جلد 2 و مسلمان نبودن. تکفیر صریح ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. در اینجا در کتاب صراط المستقیم الی مستحق التقدیم که من اصل این کتاب رو هم این تصویرش هست، جلد 3 صفحه 165 میگه که قالو گفتن، یعنی اهل سنت گفتن که ام المؤمنین عایشه را الله سبحانه و تعالی براحت کرده، بری کرده، اولایی که مبرئون مما یقولون، اونا پاک هستن از اون تهمتی که به آنها زده میشه. قلنا میگه ما گفتیم، یعنی ما شیعیان، ذالک تنزیه للنبیه عن الزنا لا لها. میگه این تنزیه، این پاکی برای پیامبر است که پیامبر از زنا پاک است، نه عایشه. کما اجمع فی المفسرون، که میگه اجماع مفسرین ما در این است. میگه که علی ان فی تفسیر مجاهد المبرئون هم الطیبون من الرجال صیغه التذکیر وليس فيها ما يدل على تغلیب. این از این کتاب. و یعنی مدارک واقعا زیاد هست. در اینجا یک بابی زدن در یکی از کتاباشون در این تفسیر در کتاب صراط المستقیم. همچنین در دعای صنمی قریش در اینجا توهین صریح به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که من سریع رد میشم. منتها جدیداً مطالبی رو از کتاب‌های اینها ما اسکن کردیم که من این رو خدمت شما بزرگواران نشون بدم. مطلبی رو که از کتاب صراط المستقیم خدمتتون نشون داده بودم در چاپ جدیدش دوستان نشون بدن. این کتاب الصراط المستقیم، بله دقیقاً در اینجا تهمت زنا به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. و اینجا در پایین این صفحه میگه علیاذ بالله عایشه پلید بوده. میگه و ای رجس اعظم من محاربه امامها. میگه چه پلیدی بالاتر از این است برای عایشه که با امام خودش یعنی با علی ابن ابی طالب جنگیده. این از این کتاب. در کتاب دیگری که یکی از علمای معاصرشون نوشته، دوستان عزیز صفحه این کتاب رو نشون بدن. الفاحشه وجه الاخر للعایشه. فاحشه چهره دیگری از عایشه. این هیئت خدام المهدی یاسر الحبیبی رو نوشته. در اینجا در فصل ششمش در اینجا ببینید عرکیه، زانیه، سلحود، ماجنه. این کلماتی که زن بیباک، زناکار، فاحشه، بدکاره، ترجمه این کلمات رکیکی است که این آخوند زندیق در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در کتابش آورده. در کتاب بهار الانوار دوستان عزیز نشون بدن. این کتاب بهار الانوار، اینم
شناسنامهش دقیقا در صفحه 581 در اینجا میگه که در اینجا میگه که علی ابن ابراهیم میگه که و ضرب الله مثلا ثم ضرب الله فيها مثلا فقال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط الى آخر آیه قال والله ما انا بقولی فخانتهما الا فاحشه. میگه که منظور از خیانت در اینجا فعل فاحشه است و حد بر ایشان جاری میشه، بر فلانه یعنی بر عایشه رضی الله تعالی عنها، فيما آتت فی طریق بصره، در راه بصره. در اینجا ببینید این در اینجا مطلب به اصطلاح رد نظر اهل سنت هست در مورد عایشه رضی الله تعالی عنها. و در اینجا میگه که و کان فلان یحبها فلما ارادت ان تخرج الى البصره قال لها فلان لا يحل لك ان تخرجين. میگه که وقتی که با طلحه میخواست، علاوه بالله ببینید چه افکار کثیفی دارن که با طلحه میخواست خارج بشه ام المؤمنین عایشه و بعد گفت که لازم نیست که تو نمیتونی با من خارج بشی الا با اینکه با من نکاح بکنی. بعد ایشون خودش رو به ازدواج طلحه در آورد. کلمات و داستان‌های رکیک و زشتی که در کتاب‌های اینها هست. این از کتاب بهارالانوار جلد 22. در جلد 32 دقیقاً مطلبی مماثل در اونجا وجود داره. دوستان عزیز نشون بدن این در اینجا هم مطلبی هست در صفحه 276 جلد 32. در اینجا روایتی را از مشارق الانوار در اینجا میاره که حسن ابن علی امام حسن مجتبی از کوفه آمد به طرف مدینه و مردم اومدن پیشش در مورد امیرالمومنین بهشون تعزیت میگفتن. دخلت علی ازواج نبی، همسران پیامبرم اومدن و قالت عایشه یا ابا محمد ما فقط جدک الی یوم الا یوم فقد ابوک. میگه که خلاص این روز برای تو روز سختی است که پدرت از دنیا رفته. و فقال لا الحسن نسیت نبشک فی بیتک لیلا، فراموش کردی که گوشه خونت رو میکندی به غیر قبس به حدید، با یک چیز آهنی داشتی میکندی. حتی ضربت الحدید کفکی فصارت جرحا الى الان. میگه دستتو زدی، دستت پاره شد و اصلا زخمی شد. تبغین جرارا خضرا فيها ما جمعت من الخيانه من خیانه حتی اخذت منها 40 دینارا. میگه کیسه ای داشتی در زیر زمین پنهان کرده بودی که در این کیسه تو پولی که از خیانت، یعنی العیاذ بالله ایشون از من کلمه رکیکی که اینا در اینجا میخوان تهمت بزنن به ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها که ایشون از خیانت و از فعل فاحشه علیه بالله پول جمع کرده بوده، در خونه خودش در زیر زمین پنهان کرده بوده. میگه که حتی اخذت منها 40 دینارا، 40 دینار میگه از این پول گرفتی تا اینو چیکار کنی؟ تفرقیها فی مبغض علی من الطیم و عدی قد تشفیت بقتله. فقالت قد کان ذلك. میگه که تو این پول رو گرفتی که در راه دشمنی با علی خرج بکنی در بین قوم بنی تیم و بنی عدی، و الان که ایشون کشته شده تو راحت شدی، خوشحال شدی. بعد میگه گفت که بله این کارو من کردم. این در کتاب بهارالانوارشون هست که این گونه تهمت میزنن به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. همچنین در تفسیر البرهانشون، البرهان فی تفسیر القرآن، چاپ بیروت، در اینجا هم مفسرش ایشون در اینجا این مطلب را از محمد ابن یعقوب ذکر میکنه. بعد میگه که فقلت ان رسول الله، در این مطلب همینجا پایینش و ما یعنی بذلك الا الفاحشه فخانتهما، در اینجا وقتی که این ذکر میشه میگه که معنی این نیست مگر اینکه فعل فاحشه باشه. و قد زوج رسول الله صلی الله علیه و فلانم، پیامبر با فلانی ازدواج کرده بود. منظور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. اینم در تفسیر سوره تحریم آوردن در این کتابشون، کتاب تفسیر البرهان. در تفسیر نور الثقلین همین مطلب دوستان نشون بدن، توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه که ایشون علیاذ بالله مرتکب فعل فاحشه شدن. و همچنین در
کتاب دیگری دارن، دوستان این کتاب رو نشون بدن. خیانت عایشه بین الاستحاله و الواقع. خیانت عایشه بین عدم امکان یا امکان داشتن، از تالیف آیت الله علامه المحقق الشیخ محمد جمیل حمود العاملی. در این کتاب سراپا توهین، ناسزا، اهانت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است از علمای اینها. در کتاب کافی، دوستان عزیز نشون بدن، الکافی، همچنین همین مطلب رو در اینجا آورده که معنی خیانت در اینجا خیانت به اصطلاح فاحشه‌ای است که همسر پیامبر انجام داده بود فلانی. در صفحه 225 در حدیث شماره 2 از علی ابن ابراهیم قمی در اینجا این ذکر کرده این مطلب رو. و در این کتاب مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین، در اینجا هم در فصل 4 در اینجا میگه که فی اسرار حسن ابن علی، که در اینجا تهمت میزنه که ایشون از فاحشه به اصطلاح از عمل خیانت در اینجا پول جمع میکرده در خونه خودش و 40 دینار از این پولها رو در راه دشمنی با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنها مصرف کرده. و من این کتاب الصراط المستقیم دوستان یک بار دیگه نشون بدن. فقط من شما رو به این ابواب این کتاب، فصولی که در این کتاب آورده، صفحه 161 جلد 3 یک فصلی گذاشته. این فصل در مورد کیه؟ فی ام الشرور. ام الشرور، ما میگیم ام المؤمنین، اینجا یک فصلی گذاشته فی ام الشرور، یعنی مادر همه شرارت ها. در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها این مطلب رو آورده. و اینجا در این شعری که در این صفحه آورده، در صفحه 135 جلد 3 تو اینها به ام المؤمنین عایشه میکنه. بعد در اینجا میگه که فقامت من الدار شیطانه تنادی بلالا نداء حفیه. میگه که این شیطانه به اصطلاح اشاره به ام المؤمنین عایشه صدیقه است که میگه که از خانه خود خارج شد. این مطالبی بود که این آقا سعی میکرد که بگه که بله علمای شیعه مبرا هستن از این، اما خبر نداره که همه چیز در شبکه جهانی وصال حق زیر کنترل از آقای قزوینی و ما همیشه این دروغ‌های شما را تا وقتی که دست از سر ام المؤمنین بر ندارید نشون خواهیم داد. با درود و سلام بر پیامبر اسلام، بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و درود و سلام بر اهل بیت بزرگوارشون، خاصتاً بر ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره رضی الله تعالی عنها. الله سبحانه و تعالی در آیات سوره نور پاکی و براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه را نازل کرد و سبحان الله که این آیات مبارک ترازویی است برای سنجش مؤمن و منافق. همان عبدالله ابن ابی ابن سلولی که دیروز در مدینه به ام المؤمنین عایشه صدیقه توهین کرده بود و ایشون رو متهم کرده بود، هنوز هم فرزندان ابن سلول و پیروان ابن سلول و منافقین این زمان و عصر به همون راه جدشون میرن و ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره رو متهم میکنن.